آقا ستونای گنگ عشقای داشکورد وز دانچونه. آقا اینجا یکی رو ناک کردیم، متاسفانه کیلمون رو دزدیدم. اومدم رفتم برم این کیله رو فینیش بدم، یه دفعه دیدم یکی از چپم گفتم داداش سلام علیکم، ویوان حدیث باشد داداش دیکی ترک. ای بابا اینم باشد کردیم، یکم کیلمو دزدید. عاقبت کیلوزی هم اینه بچه‌ها، هیچ وقت کیلوزی نکن. آقا اینو دمیجش کردم، فکر قصه گفتم داداش کیلو با کسی شوخی نداره. اومدیم تو دیدم یه لوت خوشگل و ململانی، دیدم داداش چه سو بده به نازم با سریف متی چی بشه، اونم سریف متی که فولاب گرید. فقط نمیدونم چرا ایمش باگ خورده بود، فکر کنم کامل دانلود نداشتم، فقط نقطه وسطش بود. یکی بک اومد سریع با اچس فون تپش کردم، فینیشش دادم. اومدیم سمت این ور، رفتم یه آرمور یوز دادم که آرمور داشته باشیم، چون آرمورم خالی بود. یکی اومد یه لحظه خطش رو گرفتم، دیدم برگشت، رفتم که از پشت بیام سریع بخورمش. آقا اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و ساب یادتون نره. دوستتون